مدیریت پروژه یکی از پرطرفدارترین مشاغل در این اواخر است که بازار گرم و پررنگی دارد. اما مدیریت پروژه تنها یک شغل نیست که به خاطر درآمد قابل توجهی که داره انتخاب شود. از دیدگاه من مدیریت پروژه یک مهارت لازمی برای هر فردی است که میخواهد در زندگی شخصی و کاری خود موفق شود. اگر تو هم میخواهی در زندگی شخصی و کاری خود موفق باشی، پس در این دوره با من باش. سلام، مقدس منیر هستم با برنامه مدیریت پروژه در خدمت شما. امیدوار هستم برنامه را تا آخر دنبال بکنین. اگر تا اکنون چینل مرا سابسکرایب نکردی، پس همین لحظه چینل مرا سابسکرایب کن و دکمه زنگوله را هم فشار بده. و ها میتونی نظریات و پیشنهادات هم در بخش کامنت ها با من شریک بسازی. بسیار خوب، حالا که تو هم چینل مرا سابسکرایب کردی، پس بیشتر از این منتظر نمیمانم. در ابتدا تعریف می داشته باشیم از پروژه. پروژه به عنوان یک تلاش موقت برای ایجاد یک محصول، خدمت یا نتیجه منحصر به فرد تعریف میشه. موقت بودن به این معنی است که هر پروژه دارای یک آغاز و پایان مشخص است. یعنی پروژه ها دارای یک دوره زمانی مشخص است که با یک آغاز مشخص شروع و با رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده یا با تشخیص عدم امکان دستیابی به این اهداف به پایان میرسد. این ویژگی تضمین میکنه که منابع و تلاش ها به صورت متمرکز برای دستیابی به نتایج خاص مورد استفاده قرار میگیرند. به طور مثال، اگر ساخت یک پل را در نظر بگیریم، ممکن است 2 سال طول بکشه، ولی پس از تکمیل پروژه تمام میشه. در تعریف پروژه ها گفتیم که پروژه ها منحصر به فرد هستند. منحصر به فرد بودن یعنی هر پروژه نتیجه ارائه میده که از سایر پروژه ها یا فعالیت ها متمایز است. این نتیجه میتونه یک محصول جدید، خدمت یا فرآیند باشه. این ویژگی نشان میده که پروژه ها باید برای حل یک مشکل خاص یا ایجاد یک ارزش افزوده جدید تمرکز کنند. طراحی یک نرم افزار جدید که نیازها و الزامات یک شرکت خاص برآورده میکنه میتونه نمونه خوبی از منحصر به فرد بودن پروژه ها باشه. همچنان پروژه ها معمولاً با محدودیت هایی در زمان، بودجه و منابع انسانی مواجه هستند که باید به درستی مدیریت شوند. دقت کنین، پروژه ها با عملیات جاری فرق دارند. تفاوت پروژه با عملیات های جاری است که پروژه منحصر به فرد است و پس از دستیابی به اهداف از قبل مشخص شده به پایان میرسد. اما عملیات های جاری فعالیت هایی هستند که به طور مداوم و تکراری برای حفظ کسب و کار یا سازمان انجام میشن. به طور مثال ساخت ساختمانی یک شفاخانه میتونه پروژه باشه و سپردن او برای بهره برداری پس از تکمیل یک عملیات جاری تلقی میشن. پروژه ها در عرصه های مختلف کاری دارند، مانند ساخت و ساز، فناوری و اطلاعات، آموزش، بهداشت، صنعت و تولید و محیط زیست. حالا که پروژه را شناختین، میبینیم که مدیریت پروژه چیست. به نظر شما مدیریت پروژه چیست؟ مدیریت پروژه فرآیند ساختارمندی است که طی آن دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها به طور منظم و هدفمند برای اجرای فعالیت‌های پروژه به کار گرفته میشه. این فرآیند به مدیر پروژه و تیمش کمک میکنه تا با برنامه‌ریزی دقیق، اجرا، نظارت و خاتمه صحیح پروژه ها را موفقانه به پایان برسانند. مراحل کلیدی مدیریت پروژه شامل آغاز، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و کنترل و خاتمه میباشند که در ویدیوهای بعدی روی هر کدام اینا به تفصیل صحبت میکنیم و هر کدام اینا را موشیگافی میکنیم. به همین ترتیب مدیریت پروژه ها دارای چند عنصر کلیدی هم میباشند که شامل زمان، هزینه، کیفیت، محدوده، ریسک و منابع میشه که جزئیات هر کدام اینا را در ویدیوهای بعدی حتما میخوانیم. اگر میخوای ویدیوهای بعدی را هم ببینی و موشیگافی های این موضوعات از دست ندی،
اگر تا حالا چینل ما رو سابسکرایب نکردی پس همین لحظه چینل ما رو سابسکرایب کن، دکمه زنگوله رو هم فشار بده تا به محض انتشار اولین ویدیو با خبر شوید. همچنان لایک و کامنت یادتان نره. حالا میایم روی اهمیت مدیریت پروژه. مدیریت پروژه بر موفقیت سازمان ها و پروژه ها ضروری است، چون اجرای موفقیت‌آمیز پروژه ها و تحقق اهداف پروژه در چارچوب زمان و بودجه کمک می‌کند. کارایی فعالیت‌ها را افزایش می‌دهد، فرآیندها را بهبود بخشیده و ائتلاف منابع را کاهش می‌دهد. مدیریت درست پروژه باعث میشه ریسک‌ها شناسایی شده و با مدیریت درست ریسک‌های احتمالی کاهش بیابد. مدیریت دقیق باعث میشه که پروژه ها با اهداف استراتژیک سازمان همسو شوند. در مورد پروژه و مدیریت پروژه گفتیم. به نظر شما مدیر پروژه در این بخش چی نقش دارد؟ بله، مدیر پروژه مسئولیت هدایت پروژه برای دستیابی به اهداف را به عهده دارد. به این معنی که مدیر پروژه مسئول برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت دقیق پروژه می باشد تا سازمان را به اهدافی که از قبل داره برساند. مدیر در اجرای پروژه ها نقش کلیدی دارد، مثل برنامه‌ریزی و طراحی مسیر برای دستیابی به اهداف، سازماندهی، تخصیص منابع و تشکیل تیم پروژه، هدایت تیم، ایجاد انگیزه و هماهنگی میان اعضای تیم، مدیریت ذی‌نفعان، شناسایی، تحلیل و مدیریت انتظارات و نیازهای آنها، نظارت بر پیشرفت از جمله پیگیری میزان پیشرفت پروژه و اطمینان از همراستایی با اهداف. به خاطر مدیریت پروژه ها از چارچوب ها و استانداردهای خاص استفاده میشه که یکی از اونها PMBOK می باشه و دیگه‌اش PRINCE2 است. PMBOK شامل مجموعه‌ای از فرآیندها، ابزارها و تکنیک‌هایی است که توسط انستیتوت مدیریت پروژه تعریف شده و PRINCE2 رویکرد ساختاریافته‌ای است که بر کنترل و مدیریت پروژه در تمام مراحل تمرکز دارد. این چارچوب‌ها کمک می‌کنه تا پروژه‌ها به موقع و به صورت استاندارد و سازمان یافته انجام شود. خب این بود چشم‌انداز کلی برنامه. امیدوار هستم که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. اگر چینل ما رو سابسکرایب نکردین تا هنوز از محتوای برنامه خوشتان آمده میخواین که ما رو دنبال بکنین و برنامه هایی که به تعقیب ویدیو نشر میشه بیننده باشین، پس همین اکنون چینل ما رو سابسکرایب کنین، زدن دکمه زنگوله هم فراموشتان نشه. با نشر این ویدیو میتونین کمک بزرگی به دوستایتان که علاقه به مدیریت پروژه دارن بکنین. همچنان منتظر نظریات و پیشنهاداتتان در بخش کامنت ها هستم تا اینکه با یک برنامه دیگه در خدمت شما قرار میگیریم. الله حافظ.